ما همه به دنبال تغییر و تدبیر و امید هستیم. برنامه من نجات اقتصاد کشور است. ما راهی جز اعتدال نداریم. با شعار اعتدالی پوز عالی جیب خالی رو کار اومدی، کردی واسه مردم رکود و تورم 30-40%. خواستی با سبد کالا شیر به مالی سر ما حقمونو ندی. حاجی روحانی خیلی چخانی بدجور گن زدی. به روش دجالی کلک و رمالی خواستی بکوبی قیامو، ولی وقتی غیر دادی عبا رو جر دادی بیچاره کردی نظامو. ما نرمش قهرمانانه خواهیم داشت. رفتی فرم واسه مذاکره، گفتی حالا وقت غره. زهرو دادی مثل ایدری خره، گفتی بخور تا خیر خره. غنی سازید حالا پنجره، تو پایین کشیدی کرکره. به اوباما از تیاره گفتی تلفنم یادت نره. یالا یالا زهر بعدی، یالا یالا زهر بعدی، شادی بعدی زهر بعدی. کش دادی تو دیالوگ و تحریم اما دست خورد و مشکل حل نشد. ابوطالبی تو کردنش تو پیتو ویزاش جل نشد. هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب به جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون. گفته بودی ماهواره رو سایت و فیس و روزنامه رو آزاد میذاری، باز خالی بستی گرفتی بستی خیلی مکاری. به روش دجالی کلک و رمالی خواستی بکوبی قیامو، ولی وقتی غیر دادی عبا رو جر دادی بیچاره کردی نظامو. اعتدال چرا زندانی سیاسی نیازی نیست که در کشور عدل و اعتدال کسی در زندان باقی بماند. تو خیابون پر تنابه دار زندونی ها هزار. خانوما رو که تو کردی بیکار، گفتی تو ورزشگاه پا نزار. کردی باز توی نابکار حقوق بشر رو تار و مار. آرجون عمت افعی 7 خط خودتی شیخ فری. به روش دجالی کلک و رمالی خواستی بکوبی قیامو، ولی وقتی غیر دادی عبا رو جر دادی بیچاره کردی نظامو.